یکم با گوشیم جر و بست داشتم، آسی شده بودم از دستش که اینقدر حافظه پر میکنه. با اون یکی گرفتم که 10 دقیقه نه 10 دقیقه که نه، هنوز 30 ثانیه نشده حافظش پر شد. خب ما اینو بس سریع بگیم که دیگه پر نشه حسابم. خب این گزینه مال حرف و شکلک ها و ایناست. این گزینه مال عوض کردن آدمه که اونجا بهتون گفتم دیگه. این گزینه که بزنید مربع، الان دیدید یه ماشینا رفت یا ما رفت، یعنی هرچی دور براتونه یهوی نابود میشه. ای بابا دیگه این گزینه هم که مال صحنه کردن ماشین که اصلا روشن نذارید. این نوع هم این دوتا هم که مال یکیش مشت آهن، این مال مشت آهنی که خاموشش میکنم که تو اون ویدیو خیلی سرم خواستم توضیح بدم، حافظه پر شد. این هم که مال بوم، یعنی تیر بمبی، یعنی یه تیر بزنی بوم میترکه. خب این یکی هم مال تیر چی بود؟ تیر آتشی، یعنی به یکی تیر بزنید آتیش میگیره. این گزینه مال جون بی نهایته. دیگه این گزینه مال خلوت کردن شهره که زیاد من اینم که مال با آریک و آردو اینا. خب اینم گزینه مسابقه است، مال مسابقه و اینا که فکر کنم توضیح دادم براتون. اگه ندادم میذارم دوباره، اگه دوباره حافظه رو دوباره خالی بکنم دوباره بذارم دیگه. خب اینم که مال ماشین و اینا 6 همه ماشین دارید دیگه. گاراژاتون رو باید حتما بخرید. تازه یه چیز دیگه، حتی میتونید برید تو خونه مایکل ترول و برید تو خونه فرانکلی، تو خونه مادر بزرگش هم حتی میتونید برید که اگه مرحله رفته باشید که خونش عوض شده بود میتونید باز برید اون تو. و گزینه 13 گفتم سناس اینجوری. بوغه مال چیه؟ اصلا خراب. و یه چیز دیگه، نظر من گزینه ویبره رو تو جی تی آی وی خاموش بکنید بهتره. چرا؟ چون حافظه کمتری براتون میخوره. حافظه چند میگه شد یا خدا رو پر میشه حافظش. خب اینم موتور و اینا. و من این گزینه حالا دوباره روشن میکنم. میبینید ماشین کند شد، حتی میتونم اصلا مثل فیلم، این من بهش میگم حالت اسبی، ترچرخ بزنید زورد، هر کاری دلتون میخواد بکنید، نه پلیسی نه هیچی، قشنگ بله. و دیگه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده بود لایک کنید و اگه نظری درباره رازی چیزی خواستید، یه راز اپلیکیشن تو گوشی مایکله که اونم اگه خواستید بگید حتما میذارم براتون. و همینطور فقط من رفتمش تا یه نصفه‌اش رو رفتم، اگه اون مرحله تموم بشه نمیدونم یا مود یا چیزی خدا میشید یه همچین چیزی. بعد اگه خواستید بگید اونم براتون میذارم. من یه دوست دیگه هم دارم که اونم اگه خواستید تو ویدیو هم میارمش، دوتای ویدیو بذاریم. گزینه آخرم بیرید از بازی بیرون کلا. این گزینه مال مود، خریدن موده فکر کنم، چون این نمیدونم پرداخت درونی داره فلان. اینا میرید دوباره به همون استودیو هم که برید لباستون انتخاب کنید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. من نمیگم سابسکرایب کنید یا همون دنبال کردن، چون نمیخوام مجبور بشین. اگه خوشتون اومد لایک کنید، اگه خوشتون اومد کامنت رو بذارید که من چیکار کنم، یعنی بذارم رازای دیگه هم بگم، راز قبر سی جی هم میگم، حتی بیلش هم فقط مال تو ایکس باکس و کامپیوتره که متاسفانه مود نیاز داره همون یه بیل دیگه. اگه خواستید دنبالم کنید، این پیج خصوصی خودمه که توش میذارم، همین پیج خودم که ماشاءالله